چرا برخی سیاسیون ارمنستان خواستار پایان دادن به اشغال قره باغ هستند؟ تحلیلی از تحریریه 50 میلیون. طی این تحلیل به بررسی پیامدهای اشغال قره باغ جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان خواهیم پرداخت. پس از گذشت 3 دهه از اشغال قره باغ توسط ارمنستان و علیرغم قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل در خصوص اشغالگر بودن ارمنستان، موضوع قره باغ هنوز حل نشده است. عدم حل مناقشه قره باغ برخی کشورها از جمله روسیه را منتفع می‌کند. اما سهم ارمنستان از هزینه و فایده اشغال قره باغ چیست و چرا برخی سیاستمداران ارمنی و مردم ارمنستان تمایل دارند تا دولت ارمنستان به اشغالگری خود پایان دهد؟ آنچه که امروز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حال انجام است، نوعی جنگ سرد محسوب می شود. همواره از اهداف جنگ سرد قرار دادن دشمن در یک دوراهی انتخاب بین اقتصاد و توان نظامی است که از جانب کشوری که در اقتصاد دست بالا را در اختیار دارد آغاز می شود و بیشتر جنگ اقتصادی است تا یک جنگ نظامی. در این حالت کشوری که اقتصاد ضعیف‌تری دارد برای اینکه بتواند موازنه نظامی را حفظ کند مجبور است تا درصد بیشتری از بودجه خود را به مسائل نظامی اختصاص دهد. تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان تقریباً 3.5 برابر ارمنستان بوده که در سال 2018 حدود 3.8% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی کرده و ارمنستان نیز 4.8% از تولید ناخالص داخلی خود را برای امور نظامی اختصاص داده است. این در حالی است که ارمنستان برای حفظ موازنه نظامی خود با جمهوری آذربایجان باید 13.5% از تولید ناخالص داخلی خود را به این امر تخصیص می‌داد که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود عملاً غیر ممکن است. بنابراین با گذشت زمان ارمنستان به لحاظ توان نظامی و اقتصادی نسبت به جمهوری آذربایجان روز به روز ضعیفتر خواهد شد. همچنین در مناقشه قره باغ نقش کشورهای خارجی نیز بسیار پررنگ است. روسیه همواره سعی دارد تا در نقاط مختلف دنیا پایگاه‌هایی داشته باشد و در منطقه قفقاز که از نظر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بسیار حساس است، این میل جدی‌تر است. برای اینکه روسیه بتواند ارمنستان را به عنوان یک پایگاه برای خود حفظ نموده و از تمایل ارمنستان به کشورهایی نظیر آمریکا جلوگیری نماید، نیاز است تا این کشور را به خود وابسته سازد. وجود یک دشمن فعال برای ارمنستانی که در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار نداشته و به طور کامل در محاصره قرار گرفته است، میتواند تنها گزینه روسیه برای حفظ این پایگاه باشد. بنابراین ساخت یک پایگاه دائمی برای روسیه در قفقاز در گرو وجود تنش دائمی در منطقه و نیازمندی اقتصادی و نظامی ارمنستان به کمک‌های روسیه برای بقای خود است. لذا روحیه توسعه طلبی سیاسیون و رهبران ارمنستان و ایده‌های واهی ساخت ارمنستان بزرگ به کمک روسیه آمد تا با استفاده از این روحیه ارمنیان یک مناقشه طولانی مدت در منطقه شکل گیرد که برنده آن قطعاً ارمنستان نخواهد بود، چرا که روسیه به دنبال طولانی مدت کردن مناقشه بوده است، نه کمک به توسعه طلبی و پیروزی ارمنستان. اشغال خاک قره باغ باعث شده است تا فرصت‌های اقتصادی بسیاری نیز برای ارمنستان از دست برود. بسته شدن مرز این کشور با ترکیه و جمهوری آذربایجان مانع توسعه تجارت خارجی و مشکلات اقتصادی در این کشور شده است، به طوری که این کشور در سال 2019 حدود 5513 میلیون دلار واردات داشته، در حالی که در همین سال صادرات آن تنها 2640 میلیون دلار بوده است. همچنین بیش از 50% واردات این کشور از چین و روسیه بوده است که این کشور را به یک وابسته مطلق به روسیه و چین تبدیل نموده است. از سوی دیگر مشارکت ندادن این کشور در پروژه‌های انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان به اروپا ضررهای هنگفتی را متحمل ارمنستان کرده است. محروم شدن از مشارکت در خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان
با ظرفیت 1 میلیون بشکه در روز، خط لوله باکو سوپسا با ظرفیت حدود 145,000 بشکه در روز و خط لوله انتقال گاز تاناب با ظرفیت سالانه 31 میلیارد متر مکعب که گاز جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان، ترکیه، یونان و آلبانی به ایتالیا منتقل می کند، درآمدهای کلانی است که سیاستمداران ارمنستان آن را از ملت خود دریغ کردند. نکته مهم در محرومیت از این مشارکت‌ها این است که آب رفته به جوی بر نخواهد گشت، چرا که دیگر تغییر مسیر لوله‌های نفتی امکان پذیر نیست. همچنین ارمنستان می توانست با مشارکت در پروژه‌های انتقال انرژی، امنیت انرژی خود را نیز تامین نماید، در حالی که امروزه یک وابسته مطلق از نظر انرژی می باشد. قره باغ برای ارمنستان جز هزینه چیز دیگری به همراه نداشته و علاوه بر هزینه‌های مادی و جانی فراوان که طی 30 سال متحمل شده اند، در جهان به عنوان کشوری غاصب و اشغالگر شناخته شده و روابط خود با همسایگانش را نیز به مخاطره انداختند. در حال حاضر تنها مسیر قابل اعتماد برای ارمنستان مرز جغرافیایی ایران است که قطعاً در آینده رژیم ایران حاکمیتی بر این مسیر نداشته و با استقلال آذربایجان جنوبی تنها شاهرگ حیاتی ارمنستان نیز قطع خواهد شد. منطقه‌ای که هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته و نمیتوان در آن پذیرای سرمایه‌گذار و توریست بود و نه حتی میتوان در آن با خیالی آسوده از آینده زندگی کرد، به چه کار ارمنیان خواهد آمد؟ ملت ارمنستان این مسئله را درک کردند که اشغال قره باغ نه تنها فایده‌ای برایشان نداشته، بلکه باعث شده آنها هر لحظه خطر جنگ را حس کرده و علاوه بر عدم توسعه اقتصادی همواره بله قربانگوی روسیه باقی بمانند. بنابراین معقولانه ترین راه برای ارمنستان عقب نشینی از خاک جمهوری آذربایجان و تلاش برای تأمیم روابطش با همسایگان ترک خود است. Dağlıq Qarabağ və hazırda nəzarətimizdə olan torpaqlarla bağlı yanlış təsəvvürlərə qapılmaq gərək deyil. Bu yanlışlıq bizə çox baha başa gələ bilər. Necə ki gəlir. Hazırda nəzarətimizdə olan, əlimizə keçirdiyimiz torpaqları nə zamansa azad etməli, oradan çəkilməliyik. Reallığı anlamaq gərəkdir. Serj Sargsyan zənn edir ki, vaxt uzatmaqla nəyəsə nail olacaq. Amma mən və üzvü olduğum partiya belə düşünmür. İstər beynəlxalq müstəvidə, istərsə də daxildə aparılan danışıqlar mənasızdır. Ya torpaqları qaytarmalıyıq, ya da qan tökərək aldığımız torpaqlarda qanımızı töküb alacaqlar. Nağdalyan deyib ki, yeni müharibə regional fəlakət olacaq və həm Rusiya, həm də qərbdən təzyiqlərə İrəvan davam gətirməyəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda dalan situasiyanın yaranmasına az qalır. Deputata çıxışı zamanı təzyiqlər olsa da o nitqini dayandırmayıb. Այս վերջինը արժանի ուշադրության չարժանացավ. Dağlıq Qarabağın statusu və gələcəyi ilə bağlı referendum keçiriləndə, statusla bağlı qərar qəbul olanda və Dünya Birliyinin də Qarabağlı ermənilərin dövlət müstəqilliyini tanıması üçün konkret addımlar atmağa başlayanda deməliyik ki, hüququmuz olmayan torpaqları istəmirik. İndi əlimizdə, nəzarətimizdə olan o torpaqlara heç bir hüququmuz yoxdur. Yenə deyirəm, qaytarın bu torpaqları. Siz düşünün ki, bizim uzatdığımız bu məsələ yalnız lider dövlətlərin Cənubi Qafqaza olan maraq və Azərbaycanın xeyrinə olacaq. İndi beynəlxalq aləmdə işğalçı dövlət kimi tanınırıq. Zənnimcə bir millət olaraq gələcəyimizi təhlükə altına atırıq. اما موانعی برای این راه حل معقولانه وجود دارد و آن هم عدم تمایل کشورهای نظیر روسیه و فرانسه و تمایل آنها برای عدم حل این مناقشه است. دولت ارمنستان نیز با یک استراتژی ناپخته و بر اساس توسعه طلبی ارضی و با توهم ایجاد ارمنستان بزرگ در منطقه خود را در وضعیتی قرار داده است که کاملا وابسته و مستمر روسیه شده و راه دیگری جز اطاعت بیچون و چرا از روسیه ندارد. به طور یقین برنده این جنگ ارمنستان نخواهد بود، زیرا که ارمنستان نه توان اقتصادی و نظامی ادامه توسعه طلبی خود را دارد و نه قوانین بین المللی مشروعیتی برای ادامه اشغالگری ارمنستان قائل است. همچنین همانطور که گفته شد، منافع روسیه نیز در ادامه مناقشه موجود است
و حتی اگر ارمنستان توان تسلط کامل را داشت، روسیه اجازه چنین کاری را به ارمنستان نمیداد، چرا که در صورت پیروزی قطعی ارمنستان این کشور دیگر نیازمند و وابسته به روسیه نبوده و می توانست مسیر خود را از روسیه جدا کرده و به فکر منافع ملی خود باشد. بنابراین قره‌باغ تبدیل به استخوانی در گلوی ارمنستان شده است. البته در بین سیاستمداران ارمنی عده‌ای معتقدند که توسعه طلبی بی‌منطق، آن هم در قرن حاضر، تنها و تنها باعث عدم امنیت و جلوگیری از توسعه ارمنستان شده و هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت، که از آن جمله میتوان به لئونت پتروسیان، رئیس جمهور سابق ارمنستان، و زویا تادوسیان، عضو کنگره ملی ارامنه، اشاره نمود. پتروسیان در سال 2008 رقیب انتخاباتی سرژ سرکیسیان بود. در آن زمان روبرت کوچاریان به عنوان سیاستمدار حامی روسیه در سالهای 1998 تا 2008 ریاست جمهوری ارمنستان را بر عهده داشت که سال 2018 به اتهام تقلب انتخاباتی به نفع متحد خودش سرژ سرکیسیان و سرکوب‌های مرگبار اعتراضات دادگاهی شد. همچنین زویا تادوسیان، عضو کنگره ملی ارامنه، در سال 2018 در جلسه این کنگره تاکید کرد که مناطق اشغال شده باعث رسوایی جامعه ارمنی شده و برای از میان برداشتن این رسوایی مناطق اشغال شده باید به جمهوری آذربایجان بازگردانده شوند. به نظر می رسد که یک انقلاب مردمی و کنار زدن روسیه از معادلات سیاسی این کشور بتواند برای برون رفت از این بنبست به کمک مردم ارمنستان آمده و علاوه بر حل مشکل قره‌باغ به پایان انزوای سیاسی و جغرافیایی ارمنستان در منطقه کمک نماید. حمله اخیر ارمنستان به منطقه استراتژیک تاووز که به نوعی قلب اقتصادی آذربایجان شمالی هم هست، نشان می‌دهد که ادامه روند کنونی دیگر برای ارمنستان قابل تحمل نبوده و در تلاش است تا جمهوری آذربایجان را به جنگ واداشته و تکلیف قره‌باغ را با شکست کامل از جمهوری آذربایجان و یا مذاکره نهایی یکسره کند. تجربه قره‌باغ درسی است برای تمامی ملت‌هایی که به دنبال توسعه طلبی ارضی، آن هم به کمک قدرت‌های بزرگ هستند. شرایط شوروی سابق بسیار شبیه جغرافیای ایران امروزی است که در آن ملت‌های مختلفی درون یک رژیم دیکتاتوری و شوونیستی وجود دارند. بنابراین ضروری است که ملت‌های ساکن جغرافیای ایران از هر گونه توسعه طلبی ارضی که قطعاً منافعی برای آنها نخواهد داشت پرهیز نموده و آینده اقتصادی، رفاه و امنیت ملت خود را به نفع قدرت‌های جهانی به مخاطره نیندازند.